عزیزان، امشب شب توی است، شب توی و تماشا، شب وصلت دلها، شب تنتنه ما. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امشام در شب توی عروسی شهبان جان نازنین بانو ما در خدمت هستیم و البته در مابین خدمت خود از نام تاقا جان عزیز عروس و هم داماد که هر دو طرف خویش هستند میخواستیم از نام نادرکه که در مسافرت هستند، از نام زوجهشان در مسافرت هستند، پدر، مادر و البته نزدیکان داماد و عروس را در این روز خرسندی تبریک کرده همراه شما به هم بینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما سر میکنیم. رفتیم. عزیز زین‌الرایتی را، پدر مادر گلعروس نازنین را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت میخواستیم در این روز خرسندی، در این روز شادیانه فرزند، در این روزی که اولین توی در خاندان است، هر دو طرف خداها را در این روز خرسندی شادباش گوییم. مرحمت آرتخکش ما را به صحنه تکلیف میکنیم. معلمه عزیز و البته دلشادکه گلصفادایتی شما را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم در این روز خرسندی شادیانه، در این روز خاطرمان و تاریخی فرزندان البته نیت‌های نیک را برایشان رسانیم. مرحمت آرتخمک نزدیکتر میستیم. مرحمت معلمه نزدیکتر میستیم. تویها مبارک. گلصفادایتی همینجا می. مرحمت مادر جان گلعروس نازنین شما را نیز تکلیف میکنیم. دلشادکه مرحمت، دلشادکه آرتخکه مرحمت. پدران عزیز، امروز هر دو پدر هر دو مادر با یک هیجان زیاد که چند ماه ها خواب نکرده ما چخیل توی چخیل انسان ها می بیاین چخیل توی می شود. این بینید که با یک توی فیض و براکتناک، یک توی پر از براکت شده ایستاده است. مهمانان عزیز، یک تا برای شما معلوم است، باز معلوم میکنیم. آرتخمک یک صاحب کسب پرشرفترین در خاندانی هر یکی ما ساختمان میکنند، خاندانهای ما را باز هم زیباتر کرده نور میدرارند. انسانی خاکسار هستند. من این ببینید با یک مهنت های حلالشان این دسترخوان پر از ناز و نعمت را، این دسترخوان تویانه را برای فرزندانشان آراستند. دلشادکه برای فرزندانشان طولی چندین سالها همراهی زوجهشان در مسافرت کار کرده، از خویش و وطن از نزدیکان دور گشته برای رونق و رواجیابی فرزند برای در مسافرت کار کرده میگردند. هر پدر وقتی که سزاوار نام پدری می شود از خود، از جوانی، از هوس‌هایی که در قلب هست دور می شود تا به پیری رسیدن. هر پدر از آن کودکی ها دور می شود و برای فرزندان خود، برای کودکان خود می خواهد شرط و شرایط های زیبا را مهیا کند و بعد از آن همان مهنت های حلال که آن فرزندها تربیت نیک گرفته با آیه می رسند در دم پیری از سایه دستان لرزان پدر مادر می شوند. آرتخمک توی مبارک باشد. روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. خدا کند که امروز نازنین بانو با پای قدم بیاید، همراهی شهبان جان مانند شما که معلمه چخیل یک عائله اتفاق هستید، مانند دلشادکه و گلصفادایتی یک عائله اتفاق هستند، انم خیلی عائله را برپا کنند و سزاوار فرزندهای صالح و صالحه گردند. خدا کند همیشه روزهای خرسندی و شمایان را شادباش گوییم، تبریک گوییم. امروز باشد پسر امروز شاهنشاه است، پدر جانش دعایشته و پهلو دختر چون مه پدر جانش دعایشته. شما عاقل، شما فاضل، شما روشنگر منزل، برای حرمت دو دل پدر جانش دعایشته. امروز ارزنده ترین انسان شمایان هستید برای فرزندان. من مهنت های حلال کردین، دسترخوان تویانه را آراستید. میخواستیم برای فرزندان تبریک و برای مهمانان البته خوش آمدید را شنویم. مرحمت مهمانان حاضر. من در اینجا تاریخچیانی ما ثبت کرده ایستادیم. آرتخمک وعده داشتن که خدا خواهد برای همه فرزندان ما خداوند کریم بسیار فرزندها تید و پسر و دخترها باشد. پسرش با خطنتای کند اگر 4 قطار شعر و نیم ورق تبریکش من از نام من حاضر باشد، از نام من فرزندی من تبریک کن. گفته امروز داماد و عروس را تبریک میگویم. پسر جانم تو خوب و مهربانی، در این دنیا تو از من یک نشانی. پدرها می روند یک روز جانم تو این راه ای پسر باید بدانی.
چو صبحی با صفا باشی پسر جان و یارت با وفا باشی پسر جان. الها در تمامی زندگانی و امیدی خدا باشی پسر جان. البته شهبا جان از نام دو پدر شمایان را هر دو امروز جفت کبوتران را تبریک میگوییم. تویها مبارک باشد. مادران عزیز مانده نباشید. معلمه عزیز ما، معلمه که طول چندین ساله استاج کاری دارند در مکتب برای نسل نورس علم و تعلیم و تربیت میدهند. برای هر یک کودکان خاندانی همین دهه آهلیگ تعلیم و تربیت میدهند. به قطار آنها در گذر من در فرزندها از تربیت فرزند دیدن ممکن است که چه خیلی عائله نمونوی هستند. گلیس فدایتی چقدر در مسافرت میگردید. خداوند کریم در پناهش شمایان را نگه دارد. برای فرزندان من امروز عروسی نازنین مانند داماد صاحب معلومات عالی شده ایستاده است. از این عائله فرزندهای صالح و صالحه، فرزندهای با تعلیم و با تربیت به دنیا می آید و باز نامبردار این اولاد و سلاله می شوند. برای مادران چقدر سخنگویم کم است. تویهایتان مبارک باشد. امروز پیش از همه از نام داماد و عروس شمایان را تبریک میگوییم. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. همیشه لبخنده خریدار لبان شمایان باشد. از پشت فرزندان فقط حضور و حلاوت دیده گردید. والمه عزیز سال آینده خدا کند که گلیس فدایتی یک نه دو گوهره کلام برداشته بیایند و در خاندانتان گوهره بندان شود. ما اهل گذر باز رویم باز خرسندی کنیم در آن روزی خرسندی شادیانه شما را تبریک کردن نصیب کنند. برای فرزندان نیت‌های نغزتان باشد. میشنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خداهای عزتمند، همه شمایان را به روز توی فرزندم خوش آمده نوری دیده تاج سر میگویم. از این فرصت استفاده برده من این دو نوجوان را با روز فراموش نشونده، با روز عهد نکاحشان تبریک و مبارکباد نموده و اینها اولو صحت سلامتی، عمری دراز، خوشی های زندگی را تمنا دارم. در دل جوانی خود چه آو آرزوهای دارند جامعه عمل پوشند. همیشه در عزت حرمت یکدیگر باشند. باز یک بار دیگر خوش آمده نوری دیده تاج سر میگویم. ای دوست بیا و خانه ام توی شده است. فرزند عزیزم را اگر قرصه که بیپول است شود. رحمت. تشکر. گلیس فدایتی مرحمت. امروز زین رایتی گلیس فدایتی یک شخصیتی که شمایان را بسیار دوست می‌دارند در مسافرت هستند. دادرتان دادر هر دویتان. نادرکه تا همه روز زنگ زدن گفتن اشک ریختن راستی گپ. امروز دو خواهری من خدا شده ایستاده است. خدا کند که رشته خداگری هزار ساله ها باشد. من که در مسافرت میگشتم پسی بلندی های زندگی بود. مادرم نمیدانستن علمی خواهری من از حال و احوال من خبر میگیرید. امروز صد افسوس که تشویش زندگی حیات بوده است. من یانش برفته ایستاده نتونستم. لیکن جیانهایم و همه سن از میبینم از درون آنها نازنین خاندانم را بسیار دوست میدارم. از نام تاقا جانتان نازنین بانا، از نام نادرکه شما را تبریک میگوییم. امروز عقد نکاح را مبارکباد میگوییم. و البته خواهر عزیز در دل چه آرزوها دارید همه آرزوهایتان جامعه عمل پوشد. از نام نادرکه، از نام صاحبایتی که در مسافرت هستند شما را تبریک میگوییم. هزار رحمت گفتند که برای حال و احوال میپرسیدگیتان، برای که از خاندان آنها از فرزندان خبردار هستید. توی نکاحی فرزندانتان مبارک باشد. امروز که شما هر دویتان رشته خداگری را پیوست کرده ایستادید، آنها نیت کردند که خدا کند نبیردار شوند و زیارت کعبه الله رفته آمدنشان نصیب کند گفته برای شما ما باز یک سورپرایز تیار کردیم. از نام نادرکه، از نام البته صاحب آیتی برای شمایان کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. مرحمت مهمانان قرصک میزنیم از نام دادرشان که در مسافرت هستند با دل پر از آرزوها برای خواهرانشان البته تحفه ها تیار کردند. مرحمت. اگر درد کند جانم فقط مادر میسوزد و شمعی قلب سوزانم. مبارک باشد. تویها مبارک. میسوزد مسافر گردی و تنها
توی‌ها را مبارکباد میگوییم. این لحظه باشد داماد و عروس را به نزد پدر مادر تکلیف میکنیم. امروز نازنین بانو و دو پدر و دو مادر با سلام های اولینشان نزدیکتر میبیایند. مرحمت. چراغی منزلم مادر پرستاری دیدم ای روشنی بخشو چراغی منزلم آبی چشمم گر بریزد آبی او بیهوده نیست. رمزی تشکر فرزندان و افتخاری مادران گلدسته های تر و تازه توی‌ها مبارک. در غمی مادر شریکم در غمی مادر شریکم چونکه آن قرضی من است از پی مادر نباشم نامی من فرزند نیست. مادر توی دارو ندارم مادر بلنس پدر مادر نزدیکتر میستیم. در اینجا اپراتور ها باید را به تاریخ مهر میسازند. توی‌ها مبارک باشد میگویم. من با دعایت رو براهم مادر پرستاری دیدم ای روشنی بخشو چراغی منزلم مادر. دهم نوبت به رقص و بازی اکنون شب معرکه زیبا و گلگون. بخوان فرقه جان سرودی عاشقانه بخوان فرقه جان سرودی عاشقانه به مقصد میرسد لیلی و مجنون. برای شما یا فرقه جان ظفرخانوف میسراید و البته امروز دو جانب خداها را به رقص اولین اولوی تکلیف میکنیم. میرقصیم خرسندی میکنیم. توی‌ها مبارک.
همدیاران مهربان، خویش و تبارهای عزیز، مهمانهای گرامی و این درگاه پرفیض و رستوران طاهر بابا به همه شما در این معرکه پرفیض به همه شما خوش آمدید. نوری دیگر تاج سر میگویم. من امروز سببگاری اساسی این معرکه زیبا دو نوجوان به حیات نو قدم می‌نهند. من از همین فرصت پرقیمت استفاده برده همه صاحب جشن‌ها را، آنای باباها، پدر و مادران این نوجوانان را تبریک میگویم با این روز خرسندیشان. بگذار حیات اینها یکی از حیات‌های بهترین، یکی از عائله‌های نمونوی باشند. اینها به همه شما صحتمندی، تندرستی و تمام خوشی‌های دنیا را تمنا دارم. همیشه بختیار و طالع مددگارتان باد. رحمت بر
هزار رحمت. تشکر معلم عزیز. معلم چخیلی که همه علم رو همه سخنها رو برای شاگردها توفیق کردن. برای بودنتان شکرانه میگویم استاد عزیز همیشه باشید. الاسا باشد یارو دوستان عزیز چخیلی که در بالا از نام تقاجانشان که در مسافرت هستند تبریک کردیم. نیتای نیک را برای امروزه نازنین بانو رساندیم. نازنین بانو از نام تقاجانتان از نام ینگ پاشا که در مسافرت هستند شما تبریک میگویم. یک دستگل زیبا دارند میخواهند در نزد گواهی مهمانان برای شما برای امشب ملیکه روزی ما برای امشب ملیکه شهبانجان سپارند. مرحمت از نام هم خواهرتان هم از نام تقاجان و ینگ پاشا برای شما تقدیم میسازند. مرحمت. از نام گذر شاهروان از نام تمامی همگذرها از نام چواندازان دهه آهلی که در سر دو میز اینقدر انسان ها اینقدر دوستان و نزدیکانشان ایستادن از نام جوره ها از نام همسایه ها تبریک میگویم. توی مبارک امروز روز خورسندی رو مبارک باد میگویم. بگذار در خاندانتان همیشه مانند امروز روزهای خورسندی پای هم باشد میگویم. توی ها مبارک. حالا باشد برای تبریک و تهنیت نمودن امروزه شهبان و نازنین بانو جیانهایشان را به صحنه خواهرانشان را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت شهلا و نازیه بانو را مرحمت شهلا و نازیه بانو شمایان را تکلیف میکنیم. نیتهای نیک را سخنهای تبریکاتی را میشنویم. مرحمت. روی جهان داناتران السلام ای زی همه روی جهان زیباتران. این سلام است که ما از دل و جان آورده ایم تحفه بر شما از فرزندان آورده ایم. این محفل و این خوشی این دوستی و دمدوشی بر عروس و بر داماد بر هر دو مبارک باد. سلام و درودهای بخیر بر همه شمایان مهمانان عزیز و عالی قدر. امروز روزی خورسندی روزی فراموش نشونده است. از همین فرصت پرقیمت استفاده برده برادری عزیز و مهربانم و ینگموام را با این روز خورسندیشان از نام خودم از نام اهل عائله‌ام و از نام پدر و مادرم تبریک و تهنیت ها می نمایم. و اینها اولا صحتمندی، تندرستی، خانه آبادی، سربلندی را تمنا دارم. از خدا می خواهم که در این روز فیروز چشمتان از زیبایی لبریز باشد، دلتان از مهربانی پر باشد، وجودتان از هر بدی پاک باشد و نگاهی خدا در بالای زندگیتان همیشگی باشد. این روز فیروز مبارک باد. عروسی نازنینی عرفانی ایا داماد خوشگفتار جانی مبارک بر شما گویم من امشب همین بزم خوش و فصل جوانی. رحمت هزار رحمت. تشکر میگویم. و البته در اینجا یک گروه همسیمفونی معلمه قناعت ها هستند. همسیمفونی